این فیل سردیم در این وقت کوچیکه پیدا این وقت چند نفر بودن اینجا؟ بده چند نفر بودن ده؟ بگو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صديقي برد الله سلامة عليكم. أحوالك قوان إن شاء الله. شامل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عليكم خواسته سلامة إخوان إن شاء الله. عليكم السلام محمد برد الله. خدا برکت دنیا و آخرت براتون نصیب کنه. جزاك الله خير. الله برکت دنیا. شکر خدا. الحمد لله. محمد سلام. خدا برکتون که بهترینه. مش مو خوب است سلامت خوبان. چه حال دارین؟ احوالکتون خوبان ان شاء الله. شما ده. معك شما ده. نو بخير مكان. ليك هذا الأمر. شما ده برادر. ان شاء الله میخونیم برادر. خدا برکاتم تکان. سلامت باشید. برای فیل عجیب شد. تغییرش میده. برای فیلمو sabah برادر انشالله که میخونیم پارتی ما بیرون در قرار داریم. نه در بیرون قرار داریم. اینجا ساختمان رفته است. پیش هیچی ده. اینجا پرچم باید ساز کنن. جایی که هوا آمدیم هواگیری آمدیم بیرون در قرار دارم ازی برادر کار کردن در حقشون دعا کنین انشالله. الله برکت بده. خیلی در بیرون قرار داریم ولی که شرایط تلاوت کردن نداریم. عبیتی و سر میتیم ایفیر نیستم برادر که اگه سخن کنن انشالله که خدمت کنیم. کل بیرون برآمدیم انشالله که سوره تکویر خدا خواسته باشه میخونیم میپرتیم. الله برکت بده. السلام علیکم. قرائت جای مناسب دهیم برادر. نه بیرون دهیم. خدا خواسته باشه انشالله که ایدتیلو سعیدو نه برادر. ای نوحی عبدالرحمن جامی کوی بیش سبا برادر. ای نوحی عبدالرحمن جامی کوی بیش برادر. دو برکت انت. برادر درگاه ادب عبدالرحیم پاکستان سکنی انشالله که ویدیوی خوب داره. یکم چک برای اختام میگیره انشالله که
می برادر ما نویسن که برای حجامه انشالله که هر کسی که باشن برادر در شهر مسکو قرار داره انشالله که برای حجامه بگیره. حجامه انشالله بهترین سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بریم بگیرین انشالله بهترین میشه و خدا برکتون ده. شکر جون یوسف تا برن قرار داریم انشالله که حتم میخونیم. خدا برکتون ده. انشالله دارم. دهی مسکو میدونی چند میشه برادر؟ زویر جون برادر نه دهی شو خیلی میره وکای بین صدای فوران انشالله قرآن انشالله میشه برادر. برند قرار دارم خدا خواسته باشه انشالله که همشه براتون پیشکش میکنیم. عزت الله صدقات شما خوی تا اکانت به صورت خوی کدای کلوچ تمام شد بچه هم گلام نیت خاطی بیا عزت الله برکت بچه سازی سلامتت خوبان. انشالله سبا برادر 933 4 تا 996 انشالله که هر گفته باشه زنگ بزن صحبت میکنیم. 933 نمیدونم جا نوشته میشه نمیشه دیگه نمیشه نوشته باید سری سبشی نچه چکلیشی 933 سبا برادر 933 4 تا 996 محمد برن در قرار داریم. یک گفتم که حالتون پرسیم انشالله بونگه که ویدیو نشدیسته انشالله که ویدیو میشوه خدا خواسته باشه می کم ترک بعد کارو خدی بندیم خدا خواسته باشه انشالله که حرکت میکنیم که ویدیو پیشکش کنیم. علیکم و رحمت الله و برکاته با کلی برادرها. بعضی ها را که جواب ندادیم عذر زیاد برای همه عام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته با کلی برادرها. الله برکت ده. 933 4 تا 996 نه سبا انشالله که شکری با عزت الله تا کانال تا استفاده نبرده استی دباوی من چیز دست شبای کانال چوکه ده عزت الله انشالله که بعد دایی بورا کد در واتساپ نویس گپ زنیم کو نوری قرآن. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شما برادر. الله برکت یا عزت الله. اگر اگم سخن ناجو گفته باشیم عذر زیاد خدا برکت تیا انشالله که قدمات نور دیده خداوند برکت تیا پروردگار سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب بگردونه. نه برادرها برای ما هر کسی که
حجامه گرفتن میخواین رقم ها انشالله که زنگ بزنین برین حجامه بگین خدا برکتون ده انشالله که بهترین سنت رسول اکرم صلی الله علیه و حرکت کنین. برادرمون نور تیجی برادری ما محمد دوره در شبکهش ابونا شد انشالله که نویگری و پیشروی های من ناحیه را برای ما پیشکش میکنه. برادرایی که کوبیش هستن اینجا انشالله بدوره گوش کنه یکم قرائت و یکم توتر دمجا دسترس میکنه. الله متعال نی برادرمون عزت الله برادری ما خداوند برکتش ده پروردگار هر مشکلاتی که در زندگیش هست پروردگار آسان بگردونه، پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براش نصیب بگردونه. آمین یا رب العالمین. ان شاء الله که بعدا تلفن که صحبت کنیم بعد در واتساپ. شما دی برادر یا با مون پیشنهاد خوب کنم میتونی کی ما خیلی سوال نفهم. بله با هم خاطر که عذر زیاد یکم سخنی نابجا گفته باشیم. سعید علیم و خداوند دعا طلب کردن در حق مهاجران پروردگار برادرای ما که در غریبی هستن پروردگار نگهبانشون باشه، پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براشون نصیب بگردونه، پروردگار از این بلا و از این وبا در حفظ امانش نگهبانشون باشه، پروردگار و تمام خواسته های دینی و دنیوی برسونشون، پروردگار برکت دنیا و آخرت براشون نصیب بگردونه. آمین یا رب العالمین. خدا برکتون ته برادران. ما همه شما رو دوست می‌داریم به خاطر الله، همتون احترام میکنیم، همتون دوست می‌داریم به خاطر الله. در حق ما دعا کنین ان شاء الله که ما بر حق شما دعا کنیم برادران. خداوند همیشه سربلند باشه هر یک شما. محمد صلاح خداوند بکتون ته پروردگار در عمر جانت برکت چه عطا کنه برادر. خداوند در راه دین الصراط المستقیم استوارت بگردونه پروردگار، حافظ کل قرآنت بگردونه، حفظ قرآن در مغزت پروردگار جایگیرش کنه پروردگار، اولا عمل کننده قرآنت بگردونه. الله اکبر برادر جان. مثل 33 برادر نبی جان خدایارا و نبی جان خدایارا و مثل 33 4 تا 906 نور قرآن ان شاء الله برادر حرکت میکنیم که پیشکش کنیم برادر عزیز. عزت الله ماشاءالله خداوند یک تیر نصیبتون بگردونه که اهل ایمان و اهل قرآن باشه، پروردگار همیشه در خدمتت باشه، پروردگار اولا در خدمت الله باشه، بعدا همیشه خدمت توجه بیاره، پروردگار اطاعت کننده دین خدا و اطاعت کننده زیاد برادرها بعضی ها نمره را گرفت خاطر. السلام علیکم. علیکم السلام. پروردگاران این مشکلاتی که در پیش دارن که قرضدار بدیم برادر الله متعال این مشکلات رو برطرف کنه پروردگار و تمام خواسته های دینی و دنیایشان برسونه شما پروردگار برکت دنیا و آخرت براشون نصیب بگردون. آمین یا رب العالمین. آمین برادر جان. خداوند برکتون ته محمد برادر من محمد صلاح خداوند برکتون ته برادر. ان شاء الله برادر من نبی جان ان شاء الله که بعدا تلفن کنید
چی تلفن ما چیه فیدیم ان شاء الله بعدا صحبت میکنیم. زهیر جون برادرمان دعا طلب کردن، برادر دست جمعان دعا کنیم که الله متعال پدری برادرمان در راه راست هدایت کنه، پروردگار عمل کننده با دین خدا بگرداند، پروردگار را محبت نمازی خدش پروردگار در قلب پدر عزیز جایگیر بگرداند، پروردگار را به تمام خواسته هاشون برسانشون. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. سلامت باشه ابراهیم برادرمان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا برکات آن برای سخنهای بهترتان. خداوند برای هر یکی ما ایمان نصیب بگردونه. اما العالمین. آمین آمین آمین. اسماعیل بابای و الله متعال برکات آن برادر. خدا برکت در عمر جانتون برکات چهت کنه. قربان رحمان و برادر رقمای مرا بگیرین، تلفن در زنگ بزنین، انشاءالله که صحبت میکنیم سر همین موضوعی که سوال کرده استین. 933 49 06 برادر، انشاءالله که زنگ بزنین صحبت میکنیم سر این مسئله که سوال کرده استین که چی شد شما را، انشاءالله بعدا صحبت میکنیم برام چی. علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله برکاته انت خواهر. الحمدلله خوب هستیم. به کانال خواهر ما بر آبونه شویم برادر. سیرکای ویدیوش که داشته انشاءالله که ناامیدش نکنین. سلام علیکم. انشاءالله برادرمون صبر الله برکتون که حال بیرون در قرار داریم، گفتیم که خودتون صحبت کنیم، انشاءالله بعدا فردا خدا خواسته باشه اگه چه پیشکش میکنیم برای شما، برای هر یک شما برادران. الله ویلیک برادر گرامی قدر، ما هم شما را به خاطر الله دوست می‌داریم. خداوند برکت دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. خداوند در عمر جان در خاندانتون برکت چه عطا کنه برادران. خداوند به تمام خواسته های دینی و دنیایی هر یکی شما را برسانه. پروردگار پدر و مادر ما را در رحمت خودش قرار ده. پروردگار به تمام خواسته های دینی و دنیایی باز هم هر یکی ما را برسانه. آمین یا رب العالمین. سلامت باشه برادران. با چی گپ شد ذاتلا؟ شکایت کانال دو کانالت گم شید. الحمدلله خیلی عزیز خوب هستیم. شما خوبین؟ سلامتی خوبین انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با کل برادران و خواهرانی که سلام دادن ما ندیدیم، خداوند برکتشون تیه. به هر یک خواهر و اپایی که اینجا قرار داره خداوند برکت دنیا و آخرت براشون نصیب بگردونه. آمین یا رب العالمین.
انشاءالله برادران. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قاری محمد اقبال، خدا برکتتون تیا. این برادرمون قاری سیرکای کانال تا بگذار برادران انشاءالله که یک دستگیری کنن تا انشاءالله. خواهر عزیز خدا خواسته باشه ما در بیرون قرار داریم، نصیب کرده باشه انشاءالله کم چک حفظ کردن نگذاریم در شبکه. خدا برکتتون تیا. انشاءالله برادرمون صبر کنیم جان. برادر عزیز بیرون در قرار داریم انشاءالله که حرکت میکنیم که فردا یکم چی پیشکش شما کنیم برادران. چند قهید ما رو در شبکه ویدیو نگذاشتیم انشاءالله که حرکت میکنیم یکم چی پیشکش میکنیم. معلش خواهر عزیز رحمت. الله برکت برادر عزیز. برادر مناسب ما را راضی باشه. صبر برادر. خدا از همه ما راضی باشه. پروردگار همه ما را در رحمتش قرار ده برادران. هر یکی ما را در رحمت خودش قرار ده پروردگار. بنده محبوب خودش بگردانه پروردگار. صدای انس از جان خوش آمده. برادر ما جوانی ما انشاءالله که انس دیگه کانال تا بگذار برادر دستگیری کنن انشاءالله. برادر یک دیگه دستگیری هر نفری که سیل که کانال شما میگذارن انشاءالله که دستگیری کنیم برادران که انشاءالله کانال نیست چیز فحشا و چیز نادرست باشه انشاءالله که به خاطر الله یک انس خوب است انشاءالله. احوالات خوبن برادرها. یک نفس 74 انشاءالله که دستگیری کنین برادر ما. خدا برکتان تیانی خواهرای عزیزم که انشاءالله که کانالاشون گذاشتن دستگیریشون کنه که پیش برون انشاءالله. رحمان و برادر رقمای ما رو بگیرید انشاءالله که زنگ بزنید در این موضوع از صحبت میکنیم انشاءالله. مثل 334906 خدا برکتان تیا برادر. مثل 33 زور انشاءالله که برادر بگیره. زنده باشی بریز برادر. برکت دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. خدا برکت دیم. یک نفس برادر.
نظر الله متعال برکت پروردگار برای راست هدایت کن پروردگار و تمام خواسته های دینی و دنیای برسون کن. الله اکبر. این قلب ان شاء الله خداوند همیشه در جایی که غریبا هستیم پروردگار رو نگهبان همیشه پروردگار برکت دنیا خداوند برکت برادر خداوند برادر رو نگهبان باشه ان شاء الله که خدا برکت بده. خدا برکت بده. معلش خواهرش خیلی که میفراتم هم خیلی بگذاریم انشاءالله که به خاطر الله های نوارای ما و خیلی چیزایی که ما میگذاریم به خاطر الله های خیلی میفراتم هم خیلی استفاده بریم انشاءالله بابایی ما چه خیلی ما دیگه معرفی کنیم الحمدلله که خیلی میشه مایده هر چیزی که در سرنوشت باشه سرنوشت راهی گریز نیست برادر چیزی که در قسمت ازلیت الله متعال کشیده باشه انشاءالله که به نادیده علاج نیست الحمدلله به همش شکرانه به همش خوب همش انشاءالله که خوبه الحمدلله که در بهترین حالت قرار داریم شکرانه اخلاص بابای زنده باشی برادر نظر الله متعال برکتان که شما پروردگار در حفظ امانت نگهبانتان باشه خدا برکت دیه عزت الله برادرمان انشاءالله که امیدواریم که این محبت هایی که داریم الله متعال این محبت همان قدی در نزد روز قیامت در کنار رسول صلی الله علیه وسلم دار محشور مکنه پروردگار همه ما را پروردگار در زیر لوای پرچم اسلام پروردگار ما را بر بخیزانه انشاءالله امید داریم از پروردگار خدا برکت انتیا که ابراهیم فرته انشاءالله میشه الحمدلله که حاضرش در خوب این وضعیت من خوبه انشاءالله اگر نیازی شد بعدا میگذاریم که خدا برکت انتیا برادر حاضرش در خوبه خداوند در عمر جانتان برکت عطا برادر انشاءالله که وضعیت شما خود شما یک گام چه که داره در اون زندگی اختان صرفش کنی در غریبی ها در شرایط وزبین انشاءالله که شرایط خوب شد با میگذاریم بعد همش انشاءالله برادر من بابایی نمیدونم که چیه او اون کلمش دیگه گفتن میخوام خوب نیست بابا جان خدا برکتون ده برادرمان غریب این دنیا در میگه که در همون دعا کنیم که ایمان رو و قوت شد پروردگار دعا میکنیم که الله متعال در راه راست هدایت کنه پروردگار قلبتان سرشار از محبت خودش بگردانه پروردگار همیشه در عمر جانتان برکت عطا کنه پروردگار برکت دنیا و آخرت برای هر یکی ما نصیب بگردانه آمین یا رب العالمین الله برکتون تی برادر نیم ساعت قریب با هم بدیم خداوند برکتون که انشاءالله که برادر با دعا باشین
خداوند در عمر جان در خاندانتون برکت عطا کنه. پروردگار با تمام خواسته های دینی و دنیاییتون برسونه کنه. پروردگار برادرای غریب در حفظ امانش نگهبان باشه. پروردگار با تمام خواسته هاتون برسونه کنه. آمین یا رب العالمین. در حق غریب دعا کن. پروردگار غریب رو در حفظ امانش نگهبان کن. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براشون نصیب بگردانه. پروردگار هیچگاه ناامید دنیا و آخرت نگردانه کنه. آمین یا رب العالمین. انشاءالله که خوب میشه. همش خوبه انشاءالله. انشاءالله برادر دعا کردیم. ما همیشه دعا گذاشتیم. بهترین دعا هم دعای در پنهانی باشه. انشاءالله که در پنهانی در حق غریب ما همیشه دعا گوی هستیم. پروردگار هر جایی باشه نگهبانتون باشه برادرها. الله متعال برکت دنیا و آخرت باز هم برای هر یکی ما نصیب بگردانه. الله متعال هر یکی ما را در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایه برحمتک یا ارحم الراحمین. و خود سربلند باشه برادرها. خداوند یار و مددگارتون باشه. نه 33 برادر 4 تا 906 انشاءالله بگیرین نمره را. هر کسی چی گفتنی داره انشاءالله که صحبت میکنیم در واتساپ ایمو باشه انشاءالله. 933 4 تا 906 من اینجا که نوشته نمیتونم برادرها برای که من در افیر قرار دارم. 933 4 تا 906 الله متعال برکت قاری جان خداوند یار و مددگارت باشه. احوالات خوبن آخری سلامتیت خوبن. خدا نگهبانت باشه برادر. انشاءالله که برادرمان غریب این دنیا 933 4 تا 906 نمبر را بگیری انشاءالله. بابا جان خداوند برکتون که پروردگار شما را نگهبان باشه. پروردگارم به تمام خواسته هاتون برسونتونه. الو. همین انشاءالله که خارجان با دعا باش. خدا برکتون که انشاءالله میکنیم. خداوند یار و مددگارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صد فوید قبول داریم برادر. الله متعال برکت برادر. انشاءالله که رقم را بگی زنگ بزن صحبت میکنیم برادر. برکت خارجان خداوند اولا عمل کنن عمل قرآن برای مناسب بگردانه. پروردگار برکت شما را نصیب بگردانه انشاءالله که نواد تاکا نه برات کردم هم رنگ خطابم. خدا برکت برات کردم شفمون لگه پلیمر گرات برادر 933 4 تا 906 انشاءالله تلفن که صحبت کنیم با خوب میشه و یک دیگر فهمی کنیم انشاءالله. هر چی که باشه که انسان به کمبود نمیشه و همه کمبود داره انشاءالله. یکم چی که باشه انشاءالله ما قبول داریم 100% به یکم چی. خدا برکت هر چی که باشه ما خوشحال میشیم که یک کمبودی و یک چیزی که برای ما میفهمن انشاءالله بهترین میشه. یک نفر ما که همیشه زبط کردن هم چی کردن هم در اینترنت موندن. من خیلی خوشحالم که مقدم میگوی کمبود دارم. خوش به حالت انشاءالله که زنگ بزن بفهمون کمبودی را انشاءالله که اصلاح میکنیم. خداوند شما را برکت یا پروردگار عمل کننده قرآنتون بگردانه. پروردگار به تمام خواسته هاتون برسونتون برادران.
آباد سربلند باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران. الله یار و مددگارتون باشه. سلام علیکم.